توی این ویدیو لباس عروس بازیگرای ترک رو میبینیم و با هم بررسیشون میکنیم. لباس عروس، مدل مو و جواهرات بازیگرای مشهور ترکی رو براتون آماده کردیم تا این ویدیو باحال رو ببینید و لذت ببرید. عضو کانال ما بشید و خودتون رو برای دیدن این ویدیوی جذاب آماده کنید. فهریه اوجن از نسلیهان آتاگول کپی برداری کرد. همونطور که میدونید نسلیهان آتاگول همبازی بورا گزچوی در سریال اوکیا با همبازی سابقش کادیر دوغلو ازدواج کرد. نکته جالب توجه اینه که فهریه به صورت کاملا روشن و آشکار از لباس عروس نسلیهان تقلید و کپی برداری کرده. اون حتی مدل موهاش رو هم از نسلیهان برداشته که این کپی برداریش خیلی خبرساز شد. آخه نسلیهان و فهریه از قبل خیلی با هم مشکل داشتن و حتی توی مراسم عروسی هم دیگه شرکت نکردن. مدل یقه و دکولته‌ای که در دو لباس به کار رفته کم و بیش یکسانه. مدل ماهی قسمت دامن هر دو لباس مشابه همه و جنس و حالت پارچه‌های اونا خیلی شباهت داره. مدل مو و دیزاین تاج و تور هم نشون میده که فهریه کاملا از نسلیهان تقلید کرده. البته فهریه توی عروسیش 3 مدل لباس عوض کرد. پارچه لباس اصلی فهریه از فرانسه تهیه شده بود و اکیپی 15 نفره طی 3 ماه اون رو طراحی کردن. لباس بعدیش لباسی ساده با پاپیونی دنباله‌دار بود که موقع رقص عروس به تن کرد. لباس سوم که اون هم بی‌شباهت به لباس برنساد نبود رو با موهای باز برای آخر شب انتخاب کرد. هازال کایا. هازال که بعد از 5 سال با عشقش علیاتای ازدواج کرد، در مراسم عروسیش از یه لباس ساده شیک با یقه قایقی به طراحی ازگور ماسور استفاده کرد. آستین‌های لاله این لباس زیباییش رو دوچندان کرده. طراح لباس هازال گفته از 17 سالگی دوست داشتم لباس هازال رو طراحی کنم، اما من هر لباسی هم طراحی کنم به دلیل زیبایی زیاد هازال نمیتونه از اون زیباتر باشه. اون برای طراحی این لباس از زیباترین پارچه ساتانی استفاده کرده. علاوه بر اون آرایش هازال رو هم کلیکیچ به عهده گرفته و یک چهره طبیعی برای روز عروسیش رقم زده. طراح لباس هازال اون رو شبیه ملکه‌های انگلیسی توصیف کرده، ولی بعد از عروسی هازال کایا انتقادات زیادی شده بود از اینکه لباس هازال شبیه لباس آنه هاتاوای در کنفرانس حقوق بشر بوده. برنساد که توی نقشاش در سریال‌های مختلف لباس عروسای زیادی تن کرده، این بار برای عروسی خودش با یه لباس شیک ساده و کلاهی زیبا که به تعبیر رسانه‌های ترکی شبیه قوها شده بود. لباس عروسی برنساد از مدل بدون تسمه ساخته شده بود. پارچه دوزی تا دور کمر، قلب و دامن از جنس ابریشم بود. برن که مثل یه قوه کامل بود از طرح میرا زویلیجر استفاده کرده بود، با این تفاوت که بند اونو برداشت و اون رو به یه مدل بدون بند تبدیل کرد. اون آرایش و موهای ساده خودشو که روی شونه‌هاش موج زده بود تنها با یک کلاه نی به پایان رسوند. اون از جواهرات خیلی ساده و ظریف استفاده کرده بود و با تم ساحلی کت و شلوار کنان و ساحل برگزاری مراسمشون کاملا ست شده بود. سینم کوبال همسر کنان امیرزالی اوغلو روز عروسیش که در ساحل و چمنزار برگزار شد متناسب با مکان مراسم ازدواج از پیراهنی به سبک وینتیج استفاده کرد و میشه گفت که این پیراهن در عین سادگی جزئیات زیادی داشت. طراح این لباس توانا بویوکچینار درباره مراسم ازدواج و همچنین لباس عروس در مصاحبه‌ای که باهاش شده بود گفت سینم لباس رویایی خود رو به تن کرد. اون میخواست عروسی به سبک وینتیج باشه و لباسی دانتل با جزئیات خاص و کار دست رو میپسندید. سینم از معدود کسانی بود که از همون اولش هم میدونست چی میخواد. پارچه‌ای که برای دوخت این پیراهن استفاده شده جنس بسیار خاصی داره و دوخت اون دشواره.
پارچه اون ابریشم مغولی بود و کسانی که با صنعت نساجی آشنا هستن میدونن که نشوندن این جنس پارچه بر روی بدن بسیار سخته و تنظیم قالب و برش اون کار راحتی نیست. درسته که این پیراهن بسیار ساده و بی‌آلایش به نظر می رسید، اما در طول مدت سابقه کاری من یکی از مهمترین و سخت‌ترین پروژه ها بوده. گروهی 20 نفره برای طراحی و دوخت این پیراهن کار کردن. کار جزئیات روی اون 1.5 ماه طول کشید و برش اون 3 بار از ابتدا انجام شد. در نتیجه 1 هفته مونده به تاریخ مراسمم آماده شد و رضایت سینم از هر چیزی برای من مهمتر بود. سینم با مدل موی باز همراه با بافت و کار گذاشتن تاج بر روی بافتش استایل بی‌نظیری برای خودش رقم زد. باشاک دیزر همسر کیوانش تاتلیتوخ هم طراحی لباسش رو به ازگور ماسور طراح مطرح ترکیه داد. البته اسمش رو نمیشه لباس عروس گذاشت چون بیشتر شبیه یه لباس سفید خیلی زیباست. اون با مدل موهای نیمه باز و آرایش ساده به ساده ترین سبک ممکن استایلش رو انتخاب کرد. اگرچه برای همین سبک ساده چندین طراح برای طراحی نقش روی پارچه زحمت کشیدن و از بهترین پارچه دانتل براش استفاده شده بود. توی این لباس به ظاهر ساده آنچنان ظرافتی به کار برده شده بود که باشاک رو مثل یه الماس درخشان کرده بود. نسلیهان آتاگول طراح لباس اصلی نسلیهان برتا بالیلتی طراح مطرح بین‌المللیه. نسلیهان در مراسم عروسیش 2 لباس عروس پوشید. اولین لباسش که در واقع لباس اصلیش بود همون مدلی بود که فهری از اون کپی برداری کرد و کلی سر و صدا به راه انداخت. لباس نیمه ماهی گلدوزی شده و کمبرش با طرح برتا. لباس دوم نسلیهان که یه لباس راحت‌تر و بیشتر شبیه یه لباس پس از مهمونیه از تور فرانسوی درست شده و طراح زینب توسان طراح معروف ترکیه است. مدل موی بسته و تاجی که نسلیهان انتخاب کرده بود هم از دید فهریه دور نمونده بود و میشه گفت از مدل موی نسلیهان کپی برداری شده بود. هاند سورال توانا بویوکچنار طراح معروف و محبوب ترکی طراحی لباس هانده رو به عهده گرفته. مدل لباس هانده یکی از محبوب ترین مدل های لباس عروس بین بازیگرای زن ترکی است. این لباس زیبا و راسته به حکاکی سه‌بعدی کریستالی و حکاکی مروارید منقش شده. جزئیات آستین این لباس اون رو به یکی از خاص‌ترین لباس عروس‌ها تبدیل کرده. آرایش ساده مو و گل‌های ریز بهاری در دستان هانده یکی از زیباترین استایل‌های عروس رو در بین بازیگرای ترک رقم زده. بنسو سورال از بنسو سورال که با یه تاجر بزرگ ازدواج کرده برمی اومد که یه استایل شیک و سنگین رو انتخاب کنه. لباس بنسو رو هم توانا بویوکچنار طراحی کرده. اون با یه لباس با گردن ویشیل از جلو و پشت و جزئیات سرشانه به یکی از زیباترین عروس‌های ترک در نظرسنجی هوادارا تبدیل شد. جواهرات ظریف و زیبا و موهای جمع شده، آرایش رو بدون تجمل و دستگل رز آمریکایی سفید همگی دست به دست هم دادن تا این استایل یکی از استایل‌های برگزیده باشه. برجو بیرجیک برجو با دکولته پشت عمیق، دامن پروازی و شانه مورچه‌ای یه عروس کامل بود. برجو با دستگل پاییزه و تاج ست با دستگل زیباییش رو دوچندان کرد. اون دستگلش رو با کت همسرش ست کرده بود.
برج کارا. برج کارا یه لباس نیمه ماهی از جنس ساتان اعلی و گلدوزی‌های ظریف کار شده لباسش رو کاملا تک کرد. این لباس هم توسط تووانا بویکچنار طراحی شده. تاج برجو کاملا با گلدوزی‌های روی سینه‌اش ست شده و روی سینه‌اش نگینکاری سنگینی شده. دست گلش با تم بهار زیباییش رو دوچندان میکنه. خب به انتهای این ویدیو رسیدیم. نظرتون چی بود؟ لباس کدومشون رو بیشتر دوست داشتین و به نظرتون کدومشون خوش سلیقه تره؟ اگه این ویدیو رو دوست دارید همین الان روی دکمه عضویت بزنید و برامون نظرتون رو کامنت کنید. لایک یادتون نره.